سلام خدمت همه شما دوستان، همراهان خوب و دوست داشتنی مدرسه تحلیل. اکبر شریفی هستم، معلم مدرسه تحلیل. با یه تحلیل از بازار ارزهای دیجیتال همراه شما هستیم و امروز هم نماد TRX یا حالا ترون رو تقدیمتون می‌کنیم. امیدوارم که این تحلیل از منظر آموزشی مرتبطاتون قرار بگیره. TRX USDT توی صرافی بایننس و سایت تریدینگ ویو تحلیل رو انجام میدیم. اگه دقت بکنید تایم فریم روزانه هستیم و نماد از این کف یک حرکت صعودی رو داشته که شما دوستان میتونین حرکت رو به صورت 5 موج شمارش بکنید. حتی ظاهرا به صورت 3 موجه، اما با ریز موج هایی که اینجا هست، موج 1 و 3 برابر هست، موج 5 کشیده شده به عنوان یک موج حرکتی و بعد یک حرکت اصلاحی در قالب ABC داریم و بعد اینجا یک حرکت صعودی اتفاق افتاده. نکته که وجود داره، دو تا سناریو میشه مطرح کرد. یکی این که حرکت بعد از اصلاح یه حرکت صعودی کندی هست به سمت بالا که ممکنه این سناریو مطرح بکنه که ما بگیم که مثلا این A بزرگه، یه B بزرگ و یه C بزرگ داریم. یکی از سناریوهای احتمالی دیگه، یعنی بعد اینجا حرکت من بگم که 1 or A 2 or B و 3 or C که حالا تایم بخش آخرش رو براتون شمارش خواهم کرد. خب اگر این اتفاق بیفته، شما نسبت 127.2 اکستنشن این موج میتونه برای شما اهمیت داشته باشه. یعنی اگر اینجا یک اصلاحی داد که حالا توضیح خواهم داد و شما یه نوسان رو به بالا رو تو تایم فریم روزانه دریافت کردید، حواستون باشه که رسید به این محدوده 127.2. اینجا محدوده حدوداً بگو 30 سنت جاییه که باید ببینین که با چه کیفیتی میره. اگه با همین کیفیت کند حرکت میکنه، احتمالاً تو موج بی هستیم. اگر نه کیفیت شتابدار حرکت کرد که میتونیم بگیم تا 1 2 3 و در یک موج جنبشی باشیم. این یه نکته که حتما باید بهش دقت لازم رو داشته باشیم. بریم یه مقداری من زوم این بکنم روی تیکه حرکت آخرش که نکته داره، من نکاتش رو براتون بگم. خب حالا ببینید دوستان، توی این حرکت اولا که اگه بخواید کلاسیک نگاه کنین، یه خط ترند صعودی خیلی خوب داره اینجا که این خط ترند صعودی اگر شکسته بشه یعنی اینکه فاز اصلاحی رو خواهیم داشت دیگه. و فاز اصلاحی هم به این صورت هست که اگه نگاه کنید اینجا یه سه تیکه به سمت پایین اومده، اینجا یه سه تیکه به سمت بالا رفته و انتظار یک کاهش رو میتونیم براش داشته باشیم. که حالا من مد شماری رو انجام میدم. شما میتونین اینجا یه لیبلی که بذارین اینه که اینجا بگیم خب موج 1، موج 2، موج 3، موج 4 و موج 5 که اینجا داریم. 4 با 1 هیچ تداخلی نداره تو این حرکت. اینجا موج 1 تون به صورت یک الگوی دیاگونال هست که توی امواج الیوت به صورت تخصصی صحبت شده در موردش. فقط راهنمایی که نداره اینه که وقتی موج 1 دیاگونال میشه باید موج 3 ممتد بشه. فقط اینجا موج 3 ممتد رو نداریم. یکی از چالشاش همینه. و این حرکت به سمت بالا، حالا من میام لیبل گذاری میکنم، میگم چی؟ خب اینجا انتظار دارم که این موج A باشه، یک حرکت صعودی در قالب موج B و بعد یک موج C رو داشته باشم دیگه. یه همچین انتظاری که حالا سوال اینه که آیا B تموم شده و میخواد مورد فاز C بشه که حالا توضیح خواهم داد. این یه نکته. و بعد شمارش بعدی میشه 1 or A 2 or B و 3 or C، یعنی یا A B C در قالب B بزرگ یا 1 2 3 در قالب یک موج جنبشی که دیگه من لیبل اون رو نمیزنم. خب این یه نگاهی میشه چی؟ بخش نمودارخوانی. پس من اومدم یه الگوی احتمالی رو شناسایی کردم و اینجا نظرم این هستش که پس اینجا ما با یک الگوی اصلاحی طرف هستیم. این الگوی اصلاحی دیگه اینجا خب سه تا پایین به سمت پایین انجام شده و یه حرکت رو به بالا داریم که اینم خودش یه الگوی 3 موج هست اومده به سمت پایین. بچهای پیشرفته الیوتی که پیشرفته کار کردن با ما احتمالاً میتونن در قالب WX5 در نظر بگیرن. خب اینجا نگاه کنید بچه‌ها، میتونه موج B تموم شده باشه. پس قاعدتاً اتفاقی که باید بیفته اینه. نگاه کنید، شما میتونین که این حرکت رو به این فرمی که من اینجا میکشم شما در یک محدوده کانالیزه قرار بدید و ببینید که بازار با این محدوده کانالیزه چی کار میکنه. حالا بعضی از بچه‌ها کلاسیک کار میکنن اینجوری در نظر میگیرن، مهم نیست، فقط صرفا که اینجا داشته باشید. خب این اگه بتونه میدلاین رو بشکنه، یا بهتر بگیم یه سطح خیلی خوبی هم اینجا هست. نکنین اینجا یه سطحی هست به این فرم. حالا من با دقت بالاتر بکشم فکر کنم قشنگ‌تر بشه. بله ببینید یه سطح خوبی اینجا داره، یه میدلاین هم داره. اگر این سطح از دست بره، محدوده تقریبا 13 هست دیگه،
13 سنت از دست بره. احتمالاً پس باید بگیم که ما در موج C هستیم. این موج C میتونه این کف کانال رو سوراخ بکنه به سمت پایین و بیاد و خودش رو به این محدوده حتی 10 سنت و پایین تر هم برسونه. این یه سناریو احتمالیه. یه سری که نه یه گام دیگه صعودی داشته باشیم، یعنی اینجا چون تا اینجای کار یه فرم اصلاحی ABC داره، یعنی بیاد بالا و یه گام صعودی رو تجربه کنه و الگومون به صورت یه پهنه ظاهر بشه، یعنی مثلا حالا یه پهنه دونده، یه پهنه ظاهر بشه و اتفاقی که بیفته اینه که موجسی دیگه نیاد مثلا این کفو بزنه، مثلا احتمالش خیلی کمتر باشه. خب این رو هم داریم. خب پس من باید تصمیم گیری بکنم که الان چه گواهی خواهم داشت و توی تایم فریم 4 ساعته که حالا بریم بهتون نشون بدم. اونجا میتونیم ببینیم که آیا میتونیم تریگری رو دریافت بکنیم و بر اساس اون یه سیگنال